اینم شما یه خورده بس سانسور شده ببینی. شیک میزنه وسط کلاس. اینا دانشگاه نیستن، اینا خونن. از این حرکات هم من زیاد دیدم. چند تا دختر یهو رد میشدن از بغلمون یا از جلومون، یهو عربده میکشیدیم، آه اوه میکردیم. دخترها هم همیشه سرشون پایین بود، هیچ جوابی نمیگفتن و بنده خدا نمیتونن. پسرها معمولا کرم بیشتری دارن. بچه 2 تا عکس بهتون نشون بدم. یکی ایشونه که سر کلاس خوابیده، اصلا صورتش هم معلوم نیست چه موجودیه، مانکنه. یه عکس دیگه هم که واسم فرستادن، این معلمه است که یه جوری انگار داره به باسن شاگردش نگاه میکنه، یا به باسن شاگردش داره نگاه میکنه یا خوابه. کامل قشنگ معلوم نیست خوابه یا داره به باسن نگاه میکنه. مثل نقاشی مونالیزا میمونه، یه جورایی رمز و راز داره. اینا دانشگاه نیستن، اینا جنده خونن. چه ربطی داشت به من؟ گوشم کر شد. اینم یه جورش بود، پارتی سر کلاس مخصوص دخترها. به خدا روانی شدن همه. خنده‌دار نیست. خب شاید یه مشکلی داره، نباید مسخره کنیم. خنده‌دار نبود، خیلی هم کار زشتی بود. من